اما امان الله از بابت مجوز خیالمون راحت باشه دیگه. ها بابا میراث خادشته پرچو بمیه اینا رو ول کن. خانم نامنی بله پروژه رو چجور میبینی؟ بزرگ. ایول میدونستم اهل کار بزرگت گفتم بیاید. بکن میره به بالا جان مرد نبله. هی میبینید خانم این پروژه هر چه زودتر باید انجام بشه. بله حتما واقعا لازم داریم. بله. این پروژه نه تنها مگا پروژه در حد گیگا پروژه میخواد باشه. به امید خدا. انشالله. از این جیمندار نگاه چجور میرم به بالا به مخی مومنن خدا وکیلی. مردم عزیز میخوام این منار خسروگرد و کنارش یک دونه آسانسور بذاریم که دیگه از دست این گوریلا راحت بشیم. میخوام بر از منار بالا. انجام میدید دیگه؟ آره بله حتما نگران نباش. خیلی ممنونم. ولی واقعا هانا خانم خوب کاری کرده اسمش گذاشتید یوکلیف نامنی تقدیم میکنم. اسم یکی از قطعات آسانسور رو گذاشتیم. واقعا؟ بله. من فکر میکردم هم یوک سبزوری خود ماست. نه یوک یکی از قطعات آسانسوره. البته میدونید اگه یوک سبزوار خود یک فلسفه‌ای داره. آره تو سبزوار داره. کتاب نوشته یین. بله. قربانت. ما پروژه‌های بزرگ زیاد انجام دادیم. نگران اینجا نباش. نگاه مشتبار باگا از تهران بیایه یک مادی ما هر چه طول مکشب بیاد جمعش کنه و بره. چشم. با خدا این مثل یک چاه نفت است که ریور هواست. نگران نباش اما امان الله چشم.